وزارت کارهای داخلی اوکراین روز 8 ژانویه سال 2023 خبر داد که بر اثر سقوط یک چرخبال در شهر بروواری ولایت کیف دست کم 18 نفر کشته و 29 تن دیگر زخمی شدند. بروواری در کناره‌های شمال و شرقی کیف پایتخت اوکراین جایگیر شده است. بنا به گفته حاکم شهر بروواری ایگور ساپوشکا، چرخبال نوی AS 332 سوپر پوما که به خدمات ایالت‌های فوق‌العاده تعلق داشت صبح روز 8 ژانویه سال 2023 تقریبا ساعت 8 دقیقه در منطقه اهالی نشین در بین خانه‌های استقامتی و باغچه بچگانه سرازیر شده باعث سر زدن سوختار در گرد و اطراف گردید. گفته می شود 9 تن از هفتیدگان سرنشینان چرخبال بوده، 9 تن دیگر مربیان و کودکان باغچه بچگانه بودند. از جمله از هلاکت دست کم 3 کودک خبر می‌دهند. ایگور کلمنک سردار پلیس ملی اوکراین خبر داد که در چرخبال مذکور سردار وزارت کارهای داخلی اوکراین دنیس منستریسکی، معاون اول وزیر کارهای داخلی ایوگنی اینینین و کاتب دولتی وزارت کارهای داخلی یوری لیوبکوویچ حضور داشتند. خبر سقوط چرخبال را معاون رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین کریل تیماشنکو تصدیق کرده بر رسانه‌ها گفته است که رهبریت عالی وزارت کارهای داخلی با یک سفر کاری به یکی از منطقه‌های داغ پرواز انجام می‌دادند. سبب سقوط چرخبال هنوز معین کرده نشده است. وزارت کارهای داخلی اوکراین و نیروهای هوایی اوکراین نیز از شر سقوط چرخبال خودداری نموده گفتند که حادثه را پرره می‌آموزند و بعدا قضیه را شرح خواهند داد. در همین حال بعضی رسانه‌ها سبب سقوط چرخبال را به بد بودن وضع هوا ربط می‌دهند و می‌نویسند که امروز در ولایت کیف تمان غوث همه جا را فرو گرفته بود. احتمال خلبان به ناگاه بناهای بلند آشانه را دیده فوراً به سمت بالا پرواز کرده است که این سبب از دست دادن اداره چرخبال گردیده است.